سلام علیکم برادران و خواهران عالی قدر. وقتهای اخیر شخصانی که به منطقه اروپا یا اینکه بریتانیا سفر کردن میخواهند برای مهاجرت مهنتی آگاه باشند که از چند نفری پادپیسچگاه ما خبر آمد که الکی پیدا شدن مشینیکا استفاده میبرند از همین راههایی که به بریتانیا یا به اروپا سفر میکنند. استفاده میبرند 10,000 5,000 روبل برای فریب، یعنی اول دانی پاسپورت شما رو میگیرن. اول میگن که شما دانی پاسپورتتون برای ما روان کنید، برای باور کردن شما دانی پاسپورت روی میکنید. بعد از دانی پاسپورت 5,000 10,000 یا اینکه زیاد یا کم طلب میکنن. بعد از همین میگن که بعد یک ماه ویزی شما تیار میشد. بعد از یک ماه اکانتاشون دیگر میکنن، بود دیگر آدم ها رو هم خیلی فریب کرده برفتن میگیرن، دوام دادن میگیرن. ما هزار رحمت کلام میگوییم که به همون شخصانی که به ما همین خبر گفتن و پادپیسچیایی که ما رو همین خبر گفتن دیگران رو آگاه کنید که همین دیگر آدما به همین حالت دچار نشوند. هزار رحمت میگوییم. اگر که یگان نافهمایی باشد، یگان سوال ها باشد، در کامنتار نویسید، حتما به شما جواب میدهیم. ویدیو رو پهن کنید تا دیگر آدم ها با خبر باشند، به فریب نافتند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.